سلام. همونطوری که داشتیم میدیدین همه چی داشت به خوبی پیش میرفت که ناگهان داداشم اومد زد ماشین پسر خالم از وسط نیست کرد، منو بدبخت کرد. الانم باید دنبال پول بگردم تا ماشین پسر خاله رو درست کنم. اما ما یه فکر بک به ذهنم رسید. چه فکری؟ ما میتونیم محوطه اینجا پول در بیاریم کوکا. چطوری اون وقت؟ ما یه رفیق دارم کارگردان هالیوود و بالیووده. این داره یه فیلمی میسازه، احتیاج به یه لوکیشن خفن داره، خوب پولی هم میده کوکا. یه روزم بیشتر وقت اونو نمیگیره. بدو بده. بیا چیکار میکنه؟ حالا چقدر میده؟ 5 تا 10 میلیون به ما پول میده کوکا. 5 تا 10 میلیون تومن؟ تومن کوکا. تو داداش من. خب کارمندای خوب شمسی، میخوام یه سال ازتون بپرسم ببینم کدوم میتونید به من جواب خوب بدید. 3 تا ملاک اصلی به ازدواج داریم. اولیش کی میدونه چیه؟ بگو ببینم. وفاداری؟ وفاداری. ریدم بهت وفاداری. پوله. بنابا. اولی به خودش رید. خب حالا اینو به من بگید ببینیم ملاک دوم به ازدواج چیه؟ کی میدونه؟ اخلاقه؟ مهدی برادر حامد. دومی هم به خودش رید. پوله. خب کی میدونه سومین و مهمترین ملاک ازدواج چیه؟ خانواده؟ اشتباه کردی، بازم پوله. سخت در اشتباهین، همتون سخت در اشتباهین. شمسی جون ملاک شما چی بود برای ازدواج؟ خب ملاک من برای ازدواج خیلی فرق میکنه با شما دنبال توسی بازی و اینجور چیزایی، ولی من بوی دهنش، بوی زیر بغلش، موهای زیر بغلش، اینا برام خیلی مهمه. دوست دارم اینا رو بو میده اصلا عشق میکنم. این سیبیلاش هست بلنده، ماس میکنه آبخوریاش اینجوری سفید میشه، عشق میکنم. چیندیش زر برو چاپاق بکش. همیشه اینو یادتون باشه، بوی عرق یک مرد بهتر از بوی اتخلون یک نامرده. Umut gökyüzünde parlar Ruhun kanlandıkça gözlerinden damlar وای میبینم چی داری از من تعریف میکنی عشقم. من همیشه و همه جا به فکرتم. سکسی بیل من. قربونت بچم. باریکلا آفرین. به خدا لیاقت شما یک هفته مرخصی با حقوقه، اما دلم نمیاد شما رو نبینم. به خاطر همین نفر 473,000 تومان پاداش میدم. اول تو نمیری دیروز تو یکی از دعوامون 63 بودیم، زدیم با خاک یکسان کردیم. کوکا همه 60 نفر رو زدیم. داشی انتظارش با یه تیر چیکار میکردی؟ بابا تفنگم داشتیم اون صورتاتون. اصلا خفن ترین درگیری چی بوده ها؟ آها کا ما یکی از کوچیکترین درگیریام که دیروز رخ داد اصلا روم نمیشه اینجا عنوانش کنم. کوکا 400 نفر چپم بودن، یه استادیوم آزادی راستم زدم، همه رو اره کردم کوکا، نذار شما تا یه خار رو صورتم بیفته. اینی هم که میبینید کا مادرزادیه مگه نه صورت؟ تکرارش هم هر شب ساعت 1 میتونید در شبکه 4 ببینید. همه اونایی هم که خوردن من بودم. اگه خالی بندی اساتید تموم شده بچه‌ها برگردن سر کارشون. دوستان شما به خاطر اینکه پای خالی بندی اساتید نشستین نفری 472,500 تومان از حقوقتون کسب و به حقوق خواهران اضافه میشین. داش حامد بیرون کارت دارن داداش. بریم ببینیم چیه. به قفس بندی وکیلی خوش اومدین. این قفس‌های صنعتی سبک هستن، ارتفاع 2.5 3 و طولشون 1.5 2 هستش. تحمل بارشون هم 200 الی 400 کیلوگرم هستش در رنگ‌های مختلف. شما که حضوری تشریف آوردین برای سفارش‌های غیر حضوری هم به شماره 0912 و 1800 تماس بگیرید. سکوت لطفاً. صدا دوربین حرکت. برداشت 46. بله پدر خودتون صحبت میکنم. خدا خانم مهندس ببخشید. جانم. واقعیتش یه حرفی تو دلمه، یه چند وقت هست نمیدونم بزنم بهتون نزنم بهتون. میخوام بزنم ولی روم نمیشه. آقا رضا راحت باشید، شما مثل برادر بزرگ بنده هستی. نه برادر که نه، من راستش من دوستتون دارم، عاشقتون شدم. وقتی میای تو محوطه کارخونه قدم میزنید احساس میکنم چشام به چشاتون گره میخوره. شاید فکر کنید به خاطر پولتونه یا اینکه شما دختر صاحب کارخونه اید، ولی من خودتون رو به خاطر خودتون میخوام. اینم بگم اون چیزی که شما دنبالش هستی تو من هست. چی؟ مردونگی جنم. ای زرد. اوه چه گوخوریا. کارگر داره از دختر صاحب کارخونه خواستگاری میکنه. درسته که میگن عرق کارگر تا خوش نشده باید پولشو داد، ولی این خانم مهندس توسش هم دست این نمیده.
کات آقا کات، چه خبره دارید میخندید؟ بابا فیلم برداری نمیبینید؟ چشم. ولی فکر کنم دارن اشتباه بازی میکنن، چون فیلم نامتون احتمالا مشکل داشته باشه. چی اینو نوشته؟ آقا به تو چه؟ تو چی کار حسنی؟ نور رفت بچه‌ها بگیریم. خانم از شما. آقا رضا من رو حرف پدرم حرف نمیزنم. شما با خانواده تشریف بیارید با پدر صحبت کنید. خوشتر چطور میتونه به خودش ممکن باشه دختر صاحب کارخونه بیاد از یه کارگر به خودش خواستگاری کنه؟ مگه داریم؟ بابا دختر باید قوی باشه، محکم باشه. دخترم دخترای قدیم. آقای کارگردان ریدی ها. من تو جونم بریم خودمون بازی کنیم. اینا ریدم. بیا. چی؟ خودمون بازی کنیم؟ بفرمایید بیرون بابا، ما درسشو خوندیم، زحمت کشیدیم، شما اومدید 4 تا از رفیقاتون بهتون میخوادن فکر کردید بازیگرید. بفرمایید بیرون. بابا حالا یه دقیقه وایس الکی بازی کنن جمع کنیم بریم دیگه. بابا چیو بازی؟ بیا بفرما. پشت پرده کثیف سینما که میگن همینا، 4 تا آدم کر کثیف این پشتن. بگو هر کاری دوست دارم بکن. فقط سریع‌تر. جهنم شو نوازیگر. برگرد عشقم. منم بازی کنم. منم. تو نمیخواد. من اینجا از ننت میخوام خواستگاری کنم. اون موقع چی تو نبودی؟ مردمو چیکار کنی؟ برو. بنز. جسینم با خودت ببر پسرم. منتظر چی دیگه بازی کنی؟ آقای کارگردان 3 2 1 بگو بعد. 3 2 1 بیا. به همه میگفتی 3 حرکت پخ بسور. به ما رسید. چه گیری کردیم ها. صدا دوربین حرکت. گفتیم باقا سشتم را من دستشتم یعنی ریدیم سختم داغا سشتم را من دستشتم یعنی ریدیم. کات آقا کات، این چه چرت و پرتایی دارید میگید؟ داداش همین دمت کم تاثیرگذار بود. بابا شما دیگه شوره شده. من چیکار کنم اینا برن ها؟ چیکار کنم شما برید ها؟ داداش اوکی دیم با من هماهنگ شد. چی رو هماهنگ شده؟ آقا تهیه کننده و سرمایه گذار کار بزن به نام من، بزن تو کار بره. چی میگی ها؟ چی میگی تو؟ چی میگی چیه؟ ای قرار نبود 5 میلیون به من پول بدی، نمیخواد بدی. 4 میلیون و 500 بزن، اسم من بزن تهیه کننده، داش و زندهاشم مفت واسط بازی کنن. زر نزن بابا زپرتی. این کیه با این لباساش؟ با این با کی بود؟ تا؟ از اینا پول در نمیاد. همش تقصیر توه. خدایا من کلی دونه موز خواستم فقط. تا اینجا هم که نه شما یه فکر دیگه زده بسارید. چند تا جوونه امشب اینجا میخوام مهمونی بگیرم. کوکا هم خودمون یه شماری میکنیم، همین که یه پولی به دست بیاریم 20 صاحب تو نمیری تعمیرش میکنیم. حالا ببینم